الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که فرصتی به ما داد تا با سومین قسمت از برنامه بتشکن در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که طوری که قول دادیم در اولین قسمت این برنامه می‌خواهیم بت‌های کفر و شرک، بت‌هایی را که به غیر از الله سبحانه و تعالی دشمنان اسلام در میان مسلمانان رایج کردند بشکنیم. بت‌هایی که بنابر سنت ابراهیم خلیل علیه السلام و پیامبر بزرگمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باید شکسته شود. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بت‌هایی را که مشرکین، کسانی که این بت‌ها را بین خودشان و الله سبحانه و تعالی قرار داده بودند را شکستند تا به همه ما این درس رو بدهند که غیر از الله سبحانه و تعالی هر چیز، هر کس و هر شیئی که مانع از شناخت الله، مانع از عبادت الله سبحانه و تعالی شود طاغوت است و باید شکسته شود. در این راستا ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه همونطوری که در دو قسمت اولی که دیدید یکی از بزرگترین بت‌هایی رو که روافض، این شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی ساختن و انسانها را به وسیله این بت فریب میدن بشکنیم. بت و این بتی که این سومین قسمت این برنامه رو خدمت شما عزیزان در مورد اون تقدیم میکنیم امام زمان ساختگی است. در قرآن کریم ما در سوره مائده آیه 82 آیه‌ای هست خیلی جالب. گاهی اوقات اگر انسان بخواد در آیات قرآنی تفکر بکنه و تدبر بکنه واقعا اینو درک میکنه که این کلام الله سبحانه و تعالی است و بعضی از کلمات و جملاتی که هست، آیاتی که هست چگونه به دقت کنار هم دیگه گذاشته شده. الله سبحانه و تعالی در آیه 82 سوره مائده میفرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا. شما میابید شدیدترین مردمانی که دشمنی دارن با مؤمنین، با کسانی که واقعا به الله سبحانه و تعالی ایمان دارن، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. شدیدترین انسانها، بدترین انسانهایی که عداوت و دشمنی خیلی شدید دارن با مؤمنین، با کسانی که به راستی و به درستی ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی، یهود هستند و مشرکین. یهود همه میشناسیم، بنی اسرائیل، همین قومی که امروز فلسطین، بیت المقدس، قبله اول مسلمان ها را اشغال کردند. قومی که تاریخ اینها، زندگی اینها سراسر کفر، شرک، غدر، خیانت، آدمکشی، ظلم و ستم بوده. حتی به انبیای الهی رحم نکردند. چه بسیارن پیامبرانی که توسط قوم بنی اسرائیل به شهادت رسیدند و چه زجرها و چه ظلمهایی که از دست قوم بنی اسرائیل پیامبران نکشیدند. ببینید در قرآن کریم، در تقریبا میشه گفت در بیشتر اجزای قرآن کریم ذکر قوم بنی اسرائیل و ذکر موسی علیه السلام هست. این به خاطر اینه که موسی علیه السلام عذاب شدیدی از دست این قوم نافرمان و ظالم کشید. در کنار قوم یهود در قرآن کریم مشرکین ذکر میشه. مشرکین
همین کسانی که به غیر از الله سبحانه و تعالی یا امامی رو میپرستن، یا بتی رو میپرستن، یا سنگی رو میپرستن، یا زیارتی رو میپرستن، یا درختی رو میپرستن، خلاصه یه چیزی رو میپرستن غیر از الله سبحانه و تعالی. غیر از الله سبحانه و تعالی برای خودشون بت‌هایی ساختن. چی میگن؟ و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مشرکین مکه در قرآن کریم در سوره زمر ذکر میکنه که مشرکین میگفتن که ما این بت‌ها رو نمیپرستیم، اینا رو فقط ما وسیله قرار دادیم، ما رو نداریم پیش خداوند، ما نمیتونیم پیش خداوند چیزی بخوایم از الله سبحانه و تعالی. ما چیکار میکنیم؟ این بت‌ها رو وسیله ساختیم برای رسیدن به الله سبحانه و تعالی، واسطه ساختیم بین خودمون و بین الله سبحانه و تعالی. اسلام اومد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اومد تا همین واسطه ها، همین خدایان ساختگی که درست کرده بودن انسان ها بر اساس هوا و هوس نفس شیطانی خودشون، همینا رو از بین ببره. یهود، چون در این آیه میبینیم که الله سبحانه و تعالی میگه که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، عداوت خیلی شدیدی با مسلمان ها داشتن. البته ناگفته نمانه که اینا عداوتشون از چند جا سرچشمه میگرفت. یکی از بزرگترین اسباب عداوتشون با مسلمان ها این بود که چرا پیامبر آخر زمان از قوم یهود نباشه؟ چرا باید از بین عرب ها برانگیخته بشه؟ چون سیاست آفرینش و نظام آفرینش الله سبحانه و تعالی بر این اساسه که برتری بر اساس تقواست. در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الناس، ای انسان ها، ما شما را آفریدیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسان ها، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم، شما را قوم و قبیله ساختیم. به خاطر چی؟ به خاطر که هم دیگر را بشناسید. بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. و این الله سبحانه و تعالی در هر جایی که بخواهد رسالت خود را قرار میدهد. این بر اساس هوا و هوس قوم و قبیله و شخصی نیست که والا فلان قوم دوست داشته باشه که پیامبر از بین اونا باشه یا انسان‌های صالح از بین اونا باشه، خداوند به خواسته اونا لبیک بگه یا استجابت بکنه. الله سبحانه و تعالی بی نیاز است و نیازی هم به خواسته ها و آرزوهای ما نداره. به همین دلیل بعد از این که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدن در بین قبیله قریش و دعوت خودشون رو علنی کردن، یکی از اقوام و مذاهبی که بیشترین عداوت و دشمنی رو روا داشتن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قوم یهود بودن. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند و قوم یهود با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شروع، بنی نضیر و بنی قریظه و بنی قینقاع با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معاهداتی امضا کردند، توافقنامه‌ای امضا کردند که به هم دیگه کمک بکنن، از هم دیگه دفاع بکنن، در مقابل دشمن مشترک با هم بجنگن. اما چون غدر و خیانت در بدن اینا ریشه دوانده بود، از زمان موسی علیه السلام، قبل از موسی علیه السلام همه پیامبران از غدر و خیانت اینا رنج می‌بردن، چون می اومدن تعهد می‌کردن، اتفاقی با پیامبرشون می‌کردن و قول و قراری می‌ذاشتن، اما بعد از مدتی می‌زدن زیر این قول و قرارشون و پیمان شکنی می‌کردن که بارها در قرآن کریم به این اشاره شده. خلاصه کلام این که بعد از پیمان شکنی اینا و بعد از تجاوزات و خیانت‌های اینا، مسلمان‌ها مجبور شدن که در مقابل اینا از خودشون دفاع بکنن. بزرگترین خیانتی رو که اینا کردن در غزوه احزاب بود، غزوه خندق. مسلمان‌ها وقتی روبرو شدن با لشکر عظیمی از کفار که بیش از 10,000 نفر بودن، اومده بودن که مسلمان‌ها رو کلاً بنابر خیالات خام خودشون ریشه کن بکنن، یهود فرصت رو غنیمت شمردن و از پشت سر تصمیم گرفتن که حمله بکنن به مدینه و خیانت بکنن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در طول این مدت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مجبور شدن که بنی نضیر و بنی قینقاع رو کوچ بدن از مدینه به دلیل خیانت هایی که کرده بودن و بنی قریظه رو کلاً نابود بکنن بنابر خیانت بزرگی که به مسلمان ها روا داشتن.
اینایی که کوچ کرده بودن از مدینه، اینا رفتن در خیبر. در اونجا هم در سال 10 هجرت هست اگر درست گفته باشم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خیبر بود که کلاً ریشه یهود رو از جزیره العرب کندن و در غزوه خیبر بود که مسلمان ها خیبر رو فتح کردن و آخرین پایگاهی که یهود در جزیره العرب در سرزمین عربستان داشتن برچیده شد. این کینه و عداوت و این بغضی که در دل یهود بود خاموش نشد. اینها کشتزاراشون و زمینهاشون و خونه‌هاشون رو در مدینه از دست داده بودن. در اونجا قلعه بزرگ خیبر رو که توسط اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به فرماندهی علی ابن ابی طالب حمله کردند، در آخرین حمله‌ای که صورت گرفت و این قلعه بزرگ فتح شد و آخرین پایگاه یهود به دست مسلمان‌ها افتاد، این کینه ها و این خاطرات از یاد اینا نرفته بود. اینا اومدن گفتن چیکار بکنیم؟ با پیمان و با دوستی و با اتفاقنامه ها، با این مسائل که نمیشه دیگه با مسلمان ها کنار اومد، چون که اینا چهره واقعی ما رو شناختن. جنگ که نمیتونیم با اینا بکنیم، زورمون بهشون نمیرسه. گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن بیایید اشخاصی رو میفرستیم در بین مسلمان ها تظاهر به اسلام بکنن، از درون مسلمان ها به اینا ضربه بزنن. یکی از این افراد شخصی بود به نام عبدالله ابن سبع یهودی. این شخص اومد در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، البته داخل شدن او در بین مسلمان ها و اولین فتنه‌ای که به پا کردن قضیه به شهادت رساندن عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. سپس خودش رو جا زد در بین یاران علی رضی الله تعالی عنه و ادعای محبت و شیعه بودن علی رو میکرد. اما این شخص به خاطر اون دستوری که داشت، به خاطر اون هدفی که اومده بود، هدفش چی بود؟ ضربه زدن به اسلام از درون، ضربه زدن به اسلام به نام اسلام، کاری که امروز آخوندها میکنن در ایران، کاری که امروز روافض در گوشه گوشه دنیا دارن انجام میدن، به اسم اسلام دارن به اسلام ضربه میزنن. این عبدالله ابن سبع یهودی قضیه ولایت و وصایت و تن در صحابه و شرکیات و کفریاتی که امروز شما در مذهب شیعه میبینید، اکثر اینا برجا مانده از کیه؟ از عبدالله ابن سبع یهودی. اگر امروز با آخوندا صحبت بکنید در این مورد، میگن نه خیر، این یک شخصیت خیالی است، اینو وهابیا درست کردن، اینو فلان کردن، و نه اینجوری نیست. ما در این برنامه از کتاب خودشون، از یکی از کتب معتبرشون که کتاب فرق شیعه است، دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن تصویر اینو نشون بدن، کتاب فرق شیعه از حسن ابن موسی نوبختی و سعد بن عبدالله قمی که از علمای اوایل سال 300 هجری است که تفسیر خیلی از تفاسیر و کتاب‌های اینا که است منسوب به اشخاصی است که از قم، همین قمی که فعلا در نزدیکی تهران وجود داره. این در کتاب فرق شیعه که نویسندش این دو شخص هست، نوبختی و قمی، و این نسخه‌ای که ما داریم دکتر عبدالمنعم الحفنی اینو تحقیق کرده و تصحیح کرده و دارالرشاد هم اینو چاپ کرده. در این کتاب در صفحه 32 این کتاب ما میبینیم که در این صفحه 32 کتاب هست، در اینجا 54مین مطلبی که در این کتاب اومده، فرقه ای است به نام که ادعا کردن که ان علی لم یقتل ولم یمت. بعد از وفات و شهادت علی رضی الله تعالی عنه، فرقه ای گفتن که علی نه کشته شده و نه مرده و ایشون نمیمیره تا اینکه عرب رو عصای خودش سوق بده به طرف
راه درست و زمین رو پر از عدل و داد بکنه و از این حرفا. این فرقه‌ای بود به نام سبعیه. فرقه‌ای است به نام سبعیه. حالا یک نکته رو من اینجا اشاره بکنم، چون خیلی از شاید دوستان بگن که خب این فرقه سبعیه است، ما شیعه اثناعشری هستیم، ما کاری به این فرقه نداریم. جالب است بدانید که فرقه اثناعشریه در زمان حضرت علی وجود نداشت، در زمان حسن وجود نداشت، در زمان حسین وجود نداشت، در زمان زین العابدین وجود نداشت، در زمان باقر و کاظم و جعفر و حسن عسکری و غیره وجود نداشت. بعد از اینکه امام زمان به اصطلاح خودشون، این امام زمان ساختگی و دروغین، به غیبت رفت یا به زور به غیبت بردنش تا که جیب‌های مردم رو بعداً خالی بکنن به نام نیابت امام زمان و حکومت امام زمان، اومدن خلاصه همه این فرقه ها و مذاهبی رو که در طول این زندگی 12 امام مزعومی که ادعا میکنن درست شده بود، خلاصه این شد مذهب شیعه اثناعشری. یعنی این مذهب در حقیقت مختصری هست از دهها بلکه صدها مذاهب ریز و درشتی که بعد از وفات هر امامی به وجود می اومد. امام میمیره، عده‌ای میگن که امام نمرده، این مهدی است، دوباره برمیگرده، میشه یک فرقه. عده‌ای میگن که نه، اسماعیل امامه، میشه فرقه اسماعیلیه. عده‌ای میگن که فلانی امامه، میشن فرقه فلانی. بعد از مرگ هر امامی 10-12 تا فرقه درست میشد. تنها به فرزندان امام اکتفا نمیکردن، شاگردان امام هم برای خودشون مذاهب درست میکردن. ابوالخطاب برای خودش مذهب داشت، برای خودش یک دینی درست کرده بود، زراره برای خودش یک دینی درست کرده بود، فلانی برای خودش یک دینی درست کرده بود. شیعه اثناعشری مختصری از همه این مذاهب باطل هست و نشانه از هر مذهبی که بخواهید در بین اثناعشری ها وجود داره. ادامه میدیم این بحث رو. این سبعیه که اصحاب عبدالله ابن سبع بودن. این شخص که انکار میکنن علمای شیعه که نه، شخصی است که وجود نداره، این از کتاب خودشونه. و این عبدالله ابن سبع کی است؟ و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبرأ منهم. و این عبدالله ابن سبع یهودی اولین کسی بود که طعن به ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه و براءت جستن از آنها را آشکار کرد. کینه داشت دل عبدالله ابن سبع یهودی، خاطرات بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر و یهود مدینه و یهود خیبر فراموشش نشده بود. اون اومده بود که انتقام بگیره. مگه گردن یهود رو در اطراف مدینه در بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر کی زده بود؟ صحابه زده بود. مگه اونا رو از اونجا کوچ کی داد؟ همین صحابه دادن. مگه وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیانت کردن، اون زور بازوی کی بود که اونا رو سرکوب کرد؟ زور بازوی صحابه بود. به خاطر همین بیشترین دشمنی عبدالله ابن سبع یهودی و طرفدارانش با کی بود؟ با صحابه. البته ضربات سنگینی هم بر اهل بیت و بر علی رضی الله تعالی عنه زدن. ما میبینیم که کتاب‌های شیعه پر است از توهین به علی. گاهی بهش میگن پشه، گاهی بهش میگن حیوان، گاهی بهش میگن نمیدونم چارپای، گاهی بهش میگن دابت الارض. برید تفاسیرشون رو بخوانید، میگن که این علی بوده. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوق. این بعوضه یا این پشه‌ای که در قرآن ذکر شده این علی هست. توهین‌های عجیب و غریب که از علی یک انسان خونخوار ساختن، از علی یک انسانی ساختن شهوتران. در که ما بارها نشون دادیم که چه توهین‌هایی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میکنن. از یک طرف همین افراد میان بعد ادعای محبت میکنن، میگن ما علی رو دوست داریم، علی جان و نمیدونم علی مولای ماست و علی فلان است و علی این است. در همین لباس محبت و دوستی هم به علی ضربه میزنن، هم به دوستان علی، هم به همراهان علی، هم به داماد علی. عمر مگه کیه؟ عمر داماد علی هست.
ابوبکر کیه؟ ابوبکر کسی است که دست به دست با علی در همه غزوات، در ریشه‌کن ساختن یهود با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک جا بود. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبره منهم. و قال، این خیلی جالبه، به این توجه بکنید دوستان عزیز. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این تصویر رو نشون بدن. و قال ان علی علیه السلام امره بذلک. بعد چی میگفت؟ میگفت که علی امر کرده که این کارو بکنه، به خاطر اینکه علی رو بدنام بکنه. بعد از اون مسائل دیگری است که فاخذه علی فسأله عن قوله هذا فاقر به. بعد علی علیه السلام اونو گرفت و از او پرسید در مورد این حرفاش، گفت بله این حرفا درسته و این حرفا رو میگه. فامر به قتلی، پس اونو امر کرد علی که بکشنش. فصاح الناس الیه، مردم داد زدن، همون شیعیان دروغین، همون اتباع عبدالله ابن سبی یهودی که دور حضرت علی رو گرفته بودن، داد زدن که یا امیرالمومنین اتقتلوا رجلا یدعو الی حبکم، آیا کسی رو میکشید که دعوت به محبت شما میکنه؟ و این بعد از اون یدعو الی حبکم اهل البیت و الی ولایتک و براءت من اعدائک، و دعوت به ولایت تو میکنه و براءت از دشمنان تو میگیره. فسیره الی مدائن، فرستادش به طرف کجا؟ به طرف مدائن. و جماعتی از اهل علم من اصحاب علی علیه السلام میگن که ان عبدالله ابن سبا کان یهودیا. اینو وهابی ها ننوشتن، اینو کتابهای خودشون نوشته، کتاب نوبختی نوشته، فرق شیعه نوبختی نوشته، اینو مخالفین شیعه ننوشتن این کتاب رو، اینو علمای شیعه نوشتن. کسانی که میان امروز انکار میکنن مثل آیت الله قزوینی میگن که این بیارید یک دلیل بیارید که عبدالله ابن سبا وجود داره، این دلیل ما. ان عبدالله ابن سبا کان یهودیا فاسلم و والا علی علیه السلام. عبدالله ابن سبا کی بود؟ شخصی یهودی بود که به ظاهر، حالا این به ظاهر شما میگم، اسلام آورد و میگفت که به ولایت علی رضی الله تعالی عنه اعتقاد داشت. و کان یقول و هو على یهودیته فی یوشع بن نون بعد موسی علیه السلام به هذه المقاله. وقتی ما میگیم که امامت مزعوم از یهودیت به ارث رسیده به تشیع، از ما ناراحت میشن که به ما توهین میکنید. این کتاب خودتون. عبدالله ابن سبا میگه که در زمانی که یهودی بوده میگفته که یوشع به نون بعد موسی علیه السلام چیه؟ امامه. یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام امامه. و همین چیز رو بعد از اینکه علی رضی الله تعالی عنه وفات کرد، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از علی رضی الله تعالی عنه، همین مسئله رو در مورد علی میگفت که علی وصی و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. فقال فی اسلامه بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی علی علیه السلام بمثل ذلك. بعد از اسلامش در مورد، بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد علی رضی الله تعالی عنه همین حرف رو میزد. این عبدالله ابن سبا مؤسس اصلی رفض و رافضه‌گری و دشمنی با صحابه همین شخص است. و هو اول من شهد القول بفرض الامامه علی علیه السلام. و این اولین کسی بود که ادعا کرد به فرض بودن امامت علی علیه السلام و اظهر براءت من اعدائه، و ظاهر کرد دشمنی و دوری جستن از کی رو؟ از دشمنان علی رضی الله تعالی عنه. البته این دشمنان رو خودشون میتراشن. دین رافضه‌گری دین دشمن تراشیدنه. این با این دشمنه، این با اون دشمنه، این دشمن اینه، اون دشمن این باید اینو بکشه، این باید اینو بخوره. امینه. امام زمانشون هم که بیاد، که بوتی که ما در موردش میخوایم صحبت بکنیم و انشاءالله بشکنیم و شکستیم، الحمدلله این شبکه سبب شده که این بت‌های ساختگی و مقدس اینا که سالها اینا رو به عنوان چیزهای مقدس در بین مردم جلوه داده بودن، الحمدلله
به فضل الله سبحانه و تعالی به وسیله این شبکه های توحیدی الحمدلله این بت ها دیگه اون قدر و منزلتی رو ندارن که قبلا داشتن و ان شاء الله به یاری الله سبحانه و تعالی و به کوشش شبکه های توحیدی به اذن الله تعالی این بت ها توسط کسانی که این بت ها رو ساختن و امروز ازش حمایت میکنن ان شاء الله خرد خواهد شد و در تاریخ جز نامی از آنها باقی نخواهد ماند. این بود در مورد مقدمه بود که خیلی طولانی شد در مورد قضیه مشابهت یهود با رافضه. این مقدمه طولانی رو به خاطر این گفتم که ما امروز میخوایم در این برنامه در مورد مشابهت ها بین امام زمان رافضیا و مسیح دجالی که در دین یهود وجود داره صحبت بکنیم. این مسیح دجالی که اینا یهودیت بهش اعتقاد داره یک سری اعمالی رو انجام میده، یک سری کارهایی رو انجام میده که حین همون کارها رو ما میبینیم که در دین رافضه امام زمان انجام میده. والله من قبل از این که وارد این بحث بشم شنیده بودم میگفتن که شباهت‌های فراوانی وجود داره بین امام زمان و بین مسیح دجال یهود، اما باورم نمیشد چطور امکان داره شیعه یکی از فرقه‌های اسلامی محسوب میشه، اینا خودشون رو منسوب به قرآن میدونن، منسوب به اسلام میدونن، چطور امکان داره که کاملا همه اعمال و رفتار و کردار امام زمان اینا مطابق باشه با مسیح دجالی که یهود اعتقاد دارن که در آخر از زمان میاد؟ حالا امکان داره بگیم که تصادف بوده، یک شباهت، دو شباهت تصادفه، سه شباهت تصادفه، 10 تا تصادفه، 20 تا تصادفه، 30 تا تصادفه. نمیشه که 10 یعنی 50 60 70 80 100 تا همه اینا تصادف باشه. پس به این نتیجه میرسیم و با شواهدی که من نشون دادم که عبدالله ابن سبع یهودی مؤسس حقیقی ادعای امامت و ولایت و وصایت هست، این مذهب و این دین خودساخته، دین رافضه‌گری به دست یهود ساخته شده تا چیکار بکنن؟ تا اسلام و مسلمان ها رو ضربه بزنن. حالا میپردازیم به شباهت هایی که امام زمان روافض و امام زمان یهودیان داره. دوستان عزیز این صفحه مانیتور من رو نشون بدید. شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شباهت های امام زمان روافض و امام زمان یهودیان. آیا امام زمان همان مسیح دجال یهود است؟ ما میگیم بله، امام زمانی که امروز روافض بهش اعتقاد دارن همان مسیح دجالی است که یهود بهش اعتقاد داره. امام زمان شیعه و نجات دهنده یهودیان شباهت عجیبی به یکدیگر دارند. تا حالا شیعه افتخار می‌کردند که همه اقوام عالم منتظر نجات دهنده‌ای هستند، ولی به نظرم یهودیان باید افتخار کنند، زیرا عمل کرده نجات دهنده شیعه بیشتر همان آرمان تحقق نیافته یهودیان است. یعنی کارهایی رو که یهودیان اطراف مدینه و یهودیان خیبر نتونستن با مسلمان ها بکنن، همون کار رو کی میاد میکنه؟ امام زمانی که امروز داد میزنن شیعیان که اللهم عجل ولیک الفرج. همین امام زمانی که این همه داد و بیداد براش رو انداختن، همین امام زمان همون کارهایی رو که یهودیان میخواستن با مسلمان ها بکنن در صدر اسلام اما با زور بازوی صحابه نتونستن انجام بدن، ایشون میاد در آخر از زمان انجام میده و حتی از همون صحابه هم انتقام میگیره. هر دوی این نجات دهنده ها به یهودی و شیعی نام عبری دارن که ما انشالله اینو نشان خواهیم داد در شباهت هایی که است. به تورات حکم می کند و به سنت آل داود عمل می کند. اتفاقا هر دو مرده ها را زنده می کنند. هر دو مرده های مسلمانان را شکنجه می کنند. دجال یهودیان به زعم باطل خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نیز زنده می کند و عذاب می کند.
اما امام زمان شیعه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کاری ندارد، اما بقیه اصحاب و زنان پیامبر را از دم تیغ می‌گذراند. در جنگ ها اردو امام زمان تابوت حمل می‌کنند. 2/3 بشر را می‌کشند. اردو بیشتر عرب ها را می‌کشند، خصوصا قریشی ها را و هاشمی ها را. خلاصه قبول کردن عقاید شیعه در باب امام زمان یعنی پذیرفتن حقانیت گفته های علمای یهود و صهیونیست و اثبات نظریه آنها. یک فرق هست و آن این که امام زمان شیعه در روز مقدس مسلمان ها یعنی روز جمعه ظهور می کند و امام زمان یهودیا در روز مقدس یهود یعنی شنبه بیرون می آید. یهودی ها هیچ روایتی ندارند که دال بر این باشد مهدی آنها در روز جمعه ظهور می کند، اما آخوند محقق معاصر شیعی محمد نصر اصفهانی عقیده دارد که احادیث مربوط ظهور در روز شنبه خیلی قوی تر هستند از احادیث در روز جمعه. به آخامهای یهود تبریک عرض می کنیم، چون روایات آنها در زمینه روز ظهور نیز شاهد از مذهب شیعه دارد. اینم یکی از شباهت‌های عجیب. بررسی در رفتار و صفات مسیح دجال یهود و امام زمان امامیه شباهت و توافقات زیادی را در این دو موهوم مجعول ثابت می کند. یعنی هر دو از یک منبع و از یک کینه علیه اسلام و مسلمانان سرچشمه می گیرد. حالا میپردازیم به شکل جدول نشون میدیم شباهت هایی که امام زمان روافض و امام زمان یهود داره. امام زمان یهود چی کار میکنه؟ مسیح دجال یهود از بنی اسرائیل ظهور میکنه و زبانش عبری هست. سفر زکریا اصحاح 9 فقره 9 و 10 و سفر اشعیا اصحاح 61 فقره 1 و 2. امام زمان روافض خدا را با عبری خوانده و 313 اصحاب او جمع می شوند و بعضی از آنها در شب به رخت خواب خود رفته و در صبح خود را در مکه می بینند. امام زمان یهود زبانش عبریه. خب همه می دونن که اسرائیلیا زبانشون عبریه. در کتب اینا اومده، در کتب روافض، که امام زمان اینا هم عبری صحبت میکنه، به زبان عبری. امام زمان یهود بعد از ظهور خودش یهودیان را که در دنیا پراکندن در بیت المقدس جمع می کند. افهام الیهود صفحه 125. امام زمان روافض قیام امام زمان و جمع نمودن شیعیان از همه جا. در بهار مجلسی که دایره المعارف خرافات می باشد آمده که والله لو قام قائمنا یجمع الله الی شیعتنا من جمیع البلدان. اگر که این قائم ما بیاد شیعیان را از همه شهرها و از همه کشورها به دور خود جمع می کند. به خدا قسم وقتی که قائم ما قیام کند خداوند شیعیانش را از همه شهرها برای جمع می نماید. بهار مجلسی جلد 52 صفحه 291. و این اجتماع مخصوص زندگان نیست بلکه مردگان نیز بنابر ادعای حر عاملی و احصایی به ندای او لبیک خواهند گفت. شباهت عجیبیه. و این مطلب که در آخر ذکر شد الایقاظ من الحجعه حر عاملی صفحه 249 و الرجعه احصایی صفحه 164 و حتی مولا باقر مجلسی مکان این اجتماع را نیز کوفه تعیین می کند. بهار مجلسی جلد 52 صفحه 318 و جلد 52 صفحه 291. شباهت بعدی امام زمان یهود. امام زمان یهود
مسیح مزعوم یهود بعد از ظهور خودش یهودیان را که در دنیا پراکندن در بیت المقدس جمع می کند. افهام الیهود صفحه 125. اما امام زمان روافض چیکار میکنه؟ قیام امام زمان و جمع نمودن شیعیان از همه جا در بهار مجلسی که دایره المعارف خرافات می باشد آمده که والله لو قد قام قائمنا یجمع الله الیه شیعتنا من جمیع البلدان. به خدا قسم وقتی که قائم ما قیام کند خداوند شیعیان را از همه شهرها برای جمع می کند. بهار مجلسی جلد 52 صفحه 291. و این اجتماع مخصوص زندگان نیست طوری که گفتیم بلکه مردگان را نیز جمع میکنه. یعنی امام زمان اونا میاد یهودیا رو تو قدس جمع میکنه، امام زمان اینا میاد مردم رو کجا جمع میکنه؟ در کوفه جمع میکنه. که این سندش هم ببینید، العقاد من الحجه حر عاملی صفحه 249 و رجع احصایی صفحه 164. و حتی گفتیم که ملا باقر مجلسی هم میگه که محل این اجتماع در شهر کوفه است. شباهت بعدی، امام زمان یهودیان منتظر مردی از آل داوود هستند که بیاید و بر دنیا حکومت کرده و عزت و عظمت از دست رفته را بدانها بازگرداند و بدین سبب بود که به حضرت مسیح علیه السلام اگرچه از نسل حضرت داوود بود ایمان نیاوردند. سفر زکریا اصحاح 9 فقره 9 و 10، سفر اشعیا اصحاح 61 فقره 1 و 2. اما ببینیم که روافض چی میگه. امام زمان و حکم آل داوود. وقتی که اونجا دیدید که امام زمان یهود از آل داوود هست، امام زمان روافض چی کار میکنه؟ امام زمان و حکم آل داوود. وقتی که امام زمان روافض این موهوم جلی قیام میکند به قرآن حکم ننموده بلکه به حکم آل داوود امر میکند. کلینی در کافی میگوید دنیا تمام نمیشود تا اینکه مردی از من با حکم آل داوود حکومت کند و دلیل و بیانه نمیپرسد. کافی کلینی صفحه 156. صفار چی میگه؟ که با حکومت داوود و سلیمان حکم می کند و دلیل و بیانه نمی پرسد. کافی کلینی صفحه 156 و بصائر و درجات از صفار صفحه 278. مگر چه نقصی در شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره که امام زمان شیعه میاد در آخر الزمان به حکم آل داوود حکم میکنه؟ مگر چه کم بودی در قرآنی است که بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده؟ مگر مسلمان ها وقتی به این قرآن ایمان آوردن، وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این قرآن بهش نازل شد، مگر همین قرآن نبود که ما مسلمانان رو به مجد و عظمت و به عزت رساند؟ چرا امام زمان در آخر زمان میاد به حکم آل داوود حکم میکنه؟ چه بدی از قرآن دیده؟ آیا در بهترین حالت با حسن ظن اگر بخوایم برخورد بکنیم این نیست که این مذهب و این دین ساخته و پرداخته یهود هست و هدفشون از بین بردن قرآن و از بین بردن اسلامه؟ مگر اسلام دینی نبود که دین یهودیت رو منسوخ کرد؟ چطور دینی که منسوخ شده، دینی که از بین رفته، دینی که اصلا قوانینش، احکامش قابل اجرا نیست، چطور امام زمان میاد با اون حکم میکنه؟ شما میدونید یکی از احکام آل داوود چی بود؟ بنی اسرائیل وقتی که با هم دیگه نافرمانی میکردن، مرتکب گناهی میشدن، الله سبحانه و تعالی قانونی در بین اونها گذاشته بوده. چون قوانین الله سبحانه و تعالی بر اساس اون شخصیت ها، بر اساس اون انسان ها، بر اساس اون اقوام و قبایل فرستاده میشه. این بود که اگر مرتکب گناهی میشدن، نافرمانی میکردن، عذاب بهشون نازل میشد از آسمان، سنگ میبارید بر سرشون، امراض گوناگون میومد، پشه میومد در بینشون، آبشون تبدیل به خون میشد. در قرآن کریم در سوره بقره مفصل در این مورد صحبت میشه. یکی از روش هایی که الله سبحانه و تعالی به بنی اسرائیل برای عذاب کردن اونا نازل کرده بود این بود که مرتکب گناه که میشدن بعد هم دیگر رو میکشتن.
امر میشد که بکشید همدیگه رو، به جان همدیگه میافتادن، انقدر از همدیگه میکشتن تا اینکه توبه اینا پذیرفته میشد. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دین مقدس اسلام که اومد، هیچ یک از این عذابها بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشد. هیچ یک از این عقابها بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشد که همدیگه رو بکشید یا عذابهای گوناگون بیاد که امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کلی نابود بشه. مگر چه بدی در محمد مصطفی و در شریعتش دیدن روافض که منتظر کسی هستن که بیاد و بر حکم صهیونیست ها و بر حکم یهود و بر حکم بنی داود بیان حکم بکنن. چه بدی دیدید در دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم؟ آیا محمد مصطفی رحمت للعالمین نبود؟ آیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم راه و روش صحیح زندگی رو به ما نیاموخت؟ شباهت بعدی، امام زمان یهود وقتی که میاد چیکار میکنه؟ مسیح مزعوم یهود مرده ها را زنده نموده و از قبرهایشان به پا خواسته و به ارتش او ملحق میشوند و همه یهودیان متفرق در دنیا را گرد آورده و از آنها ارتش بزرگی تشکیل داده و مکان اجتماع آنها کوههای اورشلیم در بیت المقدس خواهد بود. سفر اشعیا اصحاح 66 فقره 20 و اصحاح 1 فقره 64. تصور بکنید امام زمان یهود اومده، از کل دنیا یهودیا از قبرهاشون بلند میشن، زنده میشن و راه میافتن به دنبال این امام زمان یهود. اما ببینیم که در مذهب رافضه این امام زمان چه شباهتی داره با این امام زمان یهود. امام زمان روافض، امام زمان مزعوم روافض نیز مرده‌های شیعه رو زنده میکنه تا به ارتش او ملحق شوند. العقاد من الحجعه، حر آمری صفحه 249 و کتاب الرجعه الاحصایی صفحه 164 و بهارالانوار مجلسی جلد 52 صفحه 318. دقیقاً همون کاری رو انجام میده که امام زمان بنی اسرائیل یا یهودیا انجام میده. اینا اونم مردهاشون رو زنده میکنه، یهودیایی که در دنیا مردن دور و بر جمع میکنه، لشکر درست میکنه. امام زمان شیعه هم عین همون کار رو انجام میده. شباهت بعدی، امام زمان یهود وقتی که میاد، مسیح مظهوم یهود بعد از قیام خودش جثه های گناهکاران را از قبرهایشان بیرون آورده تا یهودیان نظاره‌گر شکنجه آنها شوند. سفر زکریا اصحاح 10 فقره 6 و 9 و سفر حزقیال اصحاح 66 فقره 24. چیکار میکنن؟ کسانی که به یهود ظلم کردن بنابر ادعای اونا، کسانی که حق اونا رو خوردن، دشمنی داشتن با اونا رو میان از قبر زنده میکنن، بعد اونا رو شکنجه میدن. در کجا؟ در جلوی مردم. از قبر در میارن، شکنجه میدن. ببینیم که آیا واقعا این امام زمانی که این همه براش دعا میکنن اللهم عجل ولیک الفرج، آیا واقعا اونم این کار رو انجام میده؟ بله، این کار رو انجام میده. توجه بفرمایید. اولین کاری که این امام زمان ساختگی انجام میداد، اخراج اجساد دو یار و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، از قبرهایشان بوده که بعد از شکنجه آنها را میسوزاند. و نعمت الله جزایری در ضرورت حکم لعن شیخین رضی الله عنهما مدعی است که مولانا امام زمان بعد از اینکه آن دو را از قبرهایشان بیرون نموده، از همه ستمهایی که در دنیا قبل و بعد از آن دو رخ داده است از آن دو نفر انتقام میگیرد. از قتل هابیل و قابیل گرفته
تا گناه برادران یوسف که او را به چاه انداختن و ظلم نمرود که ابراهیم علیه السلام را به آتش انداخت و حتی از گناه آتش پرستان نیز از آن دو انتقام میگیرد و سپس انواع دیگری از شکنجه ها را نقل می کند و حتی به اینم اکتفا ننموده و همسر فوت شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه را از قبر در میاره و شلاق میزنه. در بهار مجلسی جلد 52 صفحه 386 و دلائل الامامه محمد ابن جریر ابن رستم طبری صفحه 242 و الرجع احصایی صفحه 186 و 187 و الانوار النعمانی جزائری جلد 1 صفحه 141 الایقاظ من الحجع حر عاملی صفحه 244 و بهار الانوار مجلسی جلد 52 صفحه 314. این امام زمان میاد ابو جهل رو از قبر زنده نمیکنه. ابو لهب رو که در قرآن کریم سوره کاملی در مورد وی و همسرش که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو اذیت میکردن زنده نمیکنه. عتبه و شیبه و ولید و 10 نفر از مشرکینه که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگیدن، خون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در احد ریختن، دندان مبارکشون رو شهید کردن و 10 نفر از اصحاب بزرگوار ایشون رو به شهادت رساندن. هیچ کدوم از اینا رو زنده نمیکنه. بیارید دلیلی، بیارید از کتاب‌های شیعه که یکی از اینا رو زنده بکنه و اینا رو شکنجه بکنه. کسانی که مدعی تشیع هستید، مدعی محبت پیامبر و اهل بیتش هستید، در طول عمرتون در یکی از حسینی‌ها شنیدید که یکی از آخوندهای شما بلند بشه ابو جهل که مستحق لعن است اونو لعنت بکنه، ابو لهب رو لعنت بکنه، عتبه و شیبه و کسانی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگیدن و بارها ظلم کردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خار سر راه پیامبر میریختن، خاکستر به سر پیامبر میریختن، اذیت میکردن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو. حتی در اثناء سجده در بیت الله الحرام کثافت‌های شتر رو آوردن با اون سنگینیش بر سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انداختن. یکی از اینا رو شنیدید که در حسینیاتون بیان این آخوندهای دروغگو اینا رو لعن بکنن، نفرین بکنن، بد و بیرا اینا بگن؟ نشنیدید. اما حتما شنیدید و من یقین دارم شنیدید، بارها شنیدید و دارید میشنوید از تلویزیوناشون که به کسانی که به پیامبر زن دادن، به پیامبر جا دادن، به پیامبر جان خودشونو دادن در راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به کسانی که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن، جهاد کردن، در تشکیل حکومت اسلامی با پیامبر همراه بودن، اسلام رو انتشار دادن، 2 ابرقدرت بزرگ روم و فارس رو به زانو در آوردن، با کسانی که پدر زن پیامبر بودن. داماد پیامبر عثمان ابن عفان با 2 تا از دختران پیامبر ازدواج کرده. بارها من یقین دارم که اسمای اینا رو شنیدید در حسینی‌ها که به اینا لعن میشه، به اینا نفرین میشه. یک لحظه فکر بکنید، بیاندیشید، چرا اینا با دشمنان حقیقی اسلام دشمن نیستن؟ چرا ذکری از کعب ابن اشرف، ذکری از ابو لهب، ابو جهل، ذکری از اینا نمیشه؟ ذکری از امیه ابن خلف نمیشه؟ ذکری از عقبه نمیشه؟ ذکری از سرداران و سران قریش نمیشه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ظلم میکردن؟ اما همه ذکر اینا کیه؟ ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه. لعن و نفرینشان برای کیه؟ برای اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خدمتی که ابوبکر به پیامبر کرده به اسلام کرده، خدمتی که عمر به پیامبر کرده به اسلام کرده.
غیر از انسانی که جاهل باشه، غیر از انسانی که خداوند چشم بصیرتش رو کور کرده باشه، کسی دیگه این کار نمیکنه. امروز من تعجب میکنم علما، دانشمندان، نویسندگان غربی غیر مسلمان در مورد حکمت اونا، در مورد دانششون، در مورد روش حکومتداریشون، در مورد اخلاقشون، در مورد آزادی بیانی که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی وجود داره کتاب می نویسن، تعریف اونا میکنن. بعد این مسلمان نما میاد اونا رو لعن میکنه، نفرین میکنه. چرا؟ چون در مدرسه‌ای بزرگ شده، در مکتبی بزرگ شده که در اونجا مؤسسین این مکتب و این مدرسه کیا بودن؟ دشمنان صحابه بودن، دشمنان اسلام بودن. شاید خیلی از شیعیان عزیز اصلا این حقایق پشت پرده رو ندانن، اما وقتی که از طریق این شبکه ها، از طریق این برنامه ها این مسائل برای شما آشکار میشه، میدونید که اتمام حجت شده با شما. فردا روز قیامت نمیتونید در پیشگاه خداوند، در پیشگاه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بگید که بارالله ما نمیدونستیم، ما اطلاع نداشتیم، آخوندا ما رو گول زدن. شباهت بعدی رو با هم میبینیم. امام زمان یهود یا مسیح مجعول و دجالشون همه کسانی را که بر یهود ظلم و ستمی نمودن محاکمه و قصاص می نماید. سفر یونیل اصحاح 13 فقره 8. امام زمان شیعه چی کار میکنه؟ امام زمان شیعیان رافضی نیز همه کسانی را که بر شیعیان ظلم نمودند محاکمه و قصاص می نماید، مخصوصا قریشیان را به قتل می رساند و کشته های امام زمان با کشته های مسیح مورد پندار یهود برابر می شود. همون تعداد، حالا میاریم همون تعدادی رو که امام زمان یهود میکشه، همون تعداد رو امام زمان شیعیان میکشه. الایقاظ من الحجع حر آمری صفحه 244، بهار الانوار مجلسی صفحه 52 صفحه 314 جلد 52، همچنین در بهار الانوار مجلسی جلد 52 صفحه 355، ارشاد مفید صفحه 364، بهار الانوار مجلسی جلد 52 صفحه 338، الرجعه احصایی صفحه 51، الغیبه نعمانی صفحه 153 و بهار الانوار مجلسی دایره المعارف خرافات شیعه جلد 52 صفحه 353. دقیقاً همون کاری رو میکنه که امام زمان یهود میکنه. شباهت بعدی، امام زمان یهود وقتی که میاد چیکار میکنه؟ روش و سیاست حکومت او چنین است که در میان مردم بر اساس دلیل و بیینه حکم نمی کند، بلکه برخلاف همه بشر و حتی انبیا بر اساس الهام و معرفت الهی محاکمه می کند. سفر اشعیا اصحاح 11 فقره 2 و 3. اما امام زمان شیعه چی کار میکنه؟ امام زمان و دعوت به کتابی نو و دین نو و حکم جدید. این امام زمان خیالی با دین تازه خواهد آمد و کتاب دیگری غیر از قرآن خواهد آورد. نعمانی از ابو جعفر جعل می کند که قائم قیام می کند به دستوری نو و کتابی جدید و حکمی جدید که بر اعراب بسی سختگیر است و با آنها جز شمشیر نمی شناسد و توبه نمی پذیرد و توصی با تایید این مطلب از ابو عبدالله جعل می کند که قائم به امری غیر از آنچه بوده است قیام می کند. الغیبه از نعمانی صفحه 154 صفحه 220 صفحه 167 و الغیبه از طوسی صفحه 283 و صفحه 153 و بهار الانوار مجلسی جلد 52 صفحه 354. شباهتی که بین امام زمان یهود و امام زمان روافض وجود داره. میریم رو شباهت بعدی. امام زمان یهود وقتی میاد چیکار میکنه؟
روش و سیاست حکومت او چنین است که در میان مردم بر اساس دلیل و بینه حکم نمی کند، بلکه برخلاف همه بشر و حتی انبیا بر اساس الهام و معرفت الهی محاکمه می کند. سفر اشعیا اصحاح 11 فقره 2 و 3. امام زمان روافض چی کار میکنه؟ امام زمان و دعوت به کتاب نو و دین نو و حکم جدید که این رو براتون خوندیم. امام زمان یهود یکی از کارهایی که انجام میده، در وقت قیام مسیح مظعوم خیرات و نعمتهای زمین فراوان گشته، بنا به زعم آنها از کوهها شیر و عسل جاری میگردد و از زمین خمیرمایه و لباس پشمی بیرون میآید. سفر یونیل اصحاح 2 فقره 18 و سفر اشعیا اصحاح 7 فقره 17 و 22 و الکنز المرصود صفحه 64 دکتر روهلینگ و اسرائیل و تلمود صفحه 67 ابراهیم خلیل احمد. عین همین حوادث در کتاب‌های روافض در مورد امام زمان خیالی آمده. چشمه‌های شیر و آب خیالی برای امام زمان خیالی و سنگ موسی. این موضوع نیز حدود تاثیر از دجال مسیح را بر اندیشه امام زمان میرساند که حتی حرف به حرف همان موضوعات مسیح مورد پندار یهود تکرار می شود. کتاب روحانیون امامیه نقل می کنند که وقت خروج قائم مورد پندار در کوفه 2 چشمه از آب و شیر برایش جاری می گردد و سنگ موسی را که 12 چشمه از آن با معجزه الهی به نص قرآن جاری شده همراه داشته و هر وقت که آب و غذا بخواهد آن سنگ را نصب می کند و مجلسی پردهدار این خرافات با آب و تاب این خبر را نقل می کند. در کجا؟ در صفحه 156 بهارالانوار مجلسی. امام زمان یهود چی کار میکنه؟ یهودیان تابوت مقدسی دارند که در جنگ ها حمل میکنند و میدانیم که تابوت در میان یهودیان جایگاه مقدسی دارد و بر این باورند که اگر در جنگ هایشان تابوت را حمل کنند شکست نخواهند خورد. سفر خروج 10 25 و 22 حقایق کتاب مقدس صفحه 82. همین شباهت، همین قضیه در بین روافض هم هست. امام زمان ساختگی که خدا را با زبان عبری میخواند، مدعی‌اند که حتی شهرها را هم با تابوت یهود فتح میکند. احصایی در روایتی طولانی کیفیت این فتوحات را با تابوت شرح میدهد. الرجعه احصایی صفحه 156. خب ما در این برنامه به همین قدر اکتفا میکنیم چون وقتمون به پایان رسیده. 11 شباهت یا یکیش تکرار بود، 10 شباهت رو ما خدمت شما عزیزان نشون دادیم که ما رو به این یقین میرساند که این امام زمان ساختگی و خیالی همان مسیح دجال و دروغگویی است که یهودیان به پندار خودشون منتظرش هستند. ولکن اون مهدی حقیقی، اون مهدی واقعی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دادن به آمدنش هیچ شباهتی با مسیح دجال ندارد. محمد ابن عبدالله مهدی رضی الله تعالی عنه در آخر الزمان بنابر فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آید تا دنیا را بر اساس شریعت محمد مصطفی، بر اساس شریعتی که الله و رسولش برای ما مسلمان ها گذاشتن، بر اساس قرآن کریم، این کتاب جاودان، این کتاب معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پر از عدل و داد میکنه. اما امام زمانی که شیعیان منتظرش هستن فقط میاد که بکشه، مردم رو نابود بکنه و خون بریزه و جرم و جنایت بکنه، همون کارایی رو بکنه که در کتب تورات و انجیل در مورد مسیح دجالی که یهودیان منتظرش هستن اومده. امیدواریم که این برنامه و این حقایق شما عزیزان را بیدار بکنه. کسانی که سالها در خرافات زندگی کردید، کسانی که سالها برای موجود خیالی، برای یک یهودی دعا کردید که
اللهم عجل لولیک الفرج. امروز که این حقیقت برای شما آشکار شده، برگردید به قرآن کریم، به کتاب الله سبحانه و تعالی، به کتابی که سعادت دنیا و آخرت شما در این کتاب است و در پیروی از سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بارالها به ما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت محمد مصطفی سید و سرور اولاد آدم نصیب بفرما. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته.